درود و سپاس خدمت همه عزیزان. امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه. قبل از هر صحبتی خواستم یه تشکر ویژه بکنم از تشریف فرماییتون به کانالمون. واقعا فکر نمی کردم که این فرشته اینقدر طرفدار داشته باشن و از این بابت خدا رو شکر میکنم و از خدا میخوام که کانالمون با حمایت شما عزیزان هرچه سریعتر به درآمد برسه که تو این هوای سرد شرمنده این فرشته ها نشید. 3 روزه که منتظر همچین هوایی بودیم. توی بارندگی بچه ها رو نمیتونستیم پیدا کنیم. خدا رو شکر هوا خوب شد. هفته 3 روز که میریم برای غذا رسانی، یه روز در میون. 3 روز بود از آسمون داشت سیل میومد. حالا هوا خوب شده، امروز بریم بچه ها رو پیدا کنیم و یه غذای مشتی بهشون بدیم. امروز اومدیم این طرف رودخونه که شنیدیم بچه های بیشتر اینجا هستن. خیلی وضعیتشون ناجوره ولی جادم خیلی وضعیتش خرابه. نه تو وضعت خوبه خار. بغل کشتارگاهی میرسم بهش. اینجا کشتارگاه. خب اومدیم دوباره به یه زباله دونی دیگه. این چه خبره از زباله خدایا. حیف این طبیعت. حیف این طبیعت که داره اینطوری از بین میره. نگاه که نخاله ساختمون داره ورده ریخته اینجا. سر کاش نخاله ساختمون بود فقط. پلاستیکا رو ببین. پلاستیکا میبینی؟ افتضاحه. اصلا تجزیه نمیشه. نگاه کن. افتضاحه کنار جاده. خدا خیرشون بده. حیف این طبیعت، حیف این آسمون، حیف این درختا که موقعیتشون اینه. آخه صدای پرنده ها. سلام عزیزم. ببینید این قشنگ این نجات دارم هست. نگاه کنید. جونم چه غذا میخوای قربونت برم الهی؟ غذا میخوای؟ یه غذا بهت بدم؟ غذا بهت بدم؟ میخواد؟ آره میخواد. بیتبوله چیه؟ آخه چقدر تو خوبی. بیا وای الهی بمیرم. چقدر گرسنه بودی تو. حدت اسکلتش اومده بیرون، استخوناش اومده بچه بیرون. خیلی گرسنه است. چقدر تو آرومی عزیزم. آخه حتی قشنگ دنده هاش زده بیرون. جانم اوه مال توه هر چقدر بخوری من به تو میدم. بیا رو اسفال چیزارش بود. خیلی گرسنه است. بمیرم واسه حتی ترسید رفت اون ور رفت لای این بوته ها. از این بوته ها رفت اون ور. آره اینقدر جاش سربالوبوره بعدم از مردم میترسن فرار میکنن. نه بابا لیدی نه لیدی گناه داره بابا بذار برن. کجا گوسفنده خوشگه. کاری ندارم با ما. نه لیدی دارم باشه. خدا برکت بده. لیدی ما صدا زیاده بابا. زنگوله هاشونو تو مثلا چی کار کنن نرن اینجا. ما اومدیم تو خونه اینا. منم سلام میکنم خدمت همه عزیزان. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروزم بعد از 3 روز هوای بارونی، هوای بسیار سردی رو داریم تجربه میکنیم. این منطقه‌ای که ما میایم
گفتن که اون برای رودخونم هاپوها هستن بریم کمک اونا، ولی رفتیم دیدیم که خیلی جای صعب العبوریه و این بچه ها انقدر آزار دیدن که اصلا از تو این دره ها بیرون نمیان. حالا نمیدونم شبا میان بیرون دنبال غذا میرن، هرچی هست که خیلی سخت بود و غیر قابل دسترس بود. و اینکه گفتیم که خب حالا بچه‌ای هم که این طرف داریم بریم باز دوباره رسیدگی کنیم، جاهای دیگر هم بریم بچرخیم و همراه ما باشین. انشالله که خدا کمک کنه بتونیم تو این راه قدم‌های بزرگتری برداریم. من هم میخواستم که ازتون تشکر کنم بابت حمایتتون و بابت اینکه به کانال آقا حداد سر زدین و پیام‌ها و کامنت‌های زیباتون رو دریافت کردیم. همراه ما باشین. گشنه‌های ما اینجا. آره واقعا گرسنه‌های بی پناه بی سرپناه منتظر اومدن ما. ما فقط نگران این سرعت ها هستیم که وحشتناک. لیدی بیاد تو. بیا لیدی بیاد تو. ستاره اینجا غذا بدم و بعد بریم قسمت اصلی. بریم اون بر. چه؟ این جدیده ها. الهی بگردم پاچه ها؟ با چه وضعیت بدی داره دستش. نه اصلا نمیتونه دستشو زمین بذاره. بگردم تو اصلا نمیتونی دست رو زمین بذاری مادر. حداد خیلی گرسنه است. درد داره دست نزن. قربونت برم من. شربت بالا. سلام بچه ها، ما اومدیم. اینو بودوین این توله ها رو بزرگ شدن. نه دست این توله هم خیلی ترسوان. آره این پیش این پیرمردن. آره. بهش میدم اینا رو. آره چی داره میخوره؟ هیچی. آشغالا رو برش نداره. اسکلت چیه؟ نه آشغال دارم نگاه میکنم. سلام. این همچه سلام علیکم میکنه میاد بالا. خوبونه ده. آره مشغول شید دعوا نکنید. بیا نکن با من اینجوری. خوشگل من. خوشگل. ایجا. خب بیا. میگه من ناز کن. این فقط ناز میخواد. این ناز میخواد. آها. این قربونت برم انقدر تو خوشگلی ماما. قربونت برم اون موقع که دارو خورده چقدر تمیز شدی تو. ایجا. بیاین بچه ها. اینا غذا فکر کنم رسیده بهشون. این فقط بازی میخواد. خورده. خوشگل من. سیر شده. آره بعد غذا میگن با ما بازی کن. این خدا موش موشه که من. چقدر خوشگله. آها ایجا. گرفتی عکس؟ حتما تو هم میخوای بری بالا. وایساده تو صف. آره وایساده تو صف. بیا تو هم ناز کنم بیا. اون سفیده بود حامله بود. نمیبینمش. بریم ببینیم پیداش میکنی؟ تو فقط میخوای بیای بالا. نه کنی. تو هم تازه اومدی؟ نه. آره؟ نه. تو افت اینو. خود درخته. نه. تو هم تازه اومدی؟ آره. کی آورده تو رو گذاشته اینجا؟ سلام هاپو. بالاخره زایدی. آره. ببینم نینیاتو. نینیاتو ببینم ماما. یه غذا بهت بدم بیا. آخه جانم بیا قربونت برم. بیا غذا بدم. شما برید اذیتش نکنید. برید میترسه. این قربونتون برم الهی. این نمیدونم کی براش اسکلت مرغ آورده. موشک چه بچه های خوشگلی. آخه این غذا نمیتونن بخورن. کی برای این غذا ریخته؟ خدایا قربونت برم الهی. تو الان غذا نمیتونی بخوری که جانم.
تو باید شیر بخوری ماما. جان نمیدونم کی براشون اسکلت مرغ آورده. اسکلت درسته. قربونت بشم الهی. جان ماما جان، تنزه کف دست منی. بروجک میخوای استخون بخوری؟ جان اونوره؟ نه آره صداشو میاد. اون وسط دیدمشون. آخه دیدمشون. آره 3 تاش مونده اینا. 4 تاشون یه سگ بزرگی میومد باش لبا میکرد 4 تا رو خفه کرد. اینجا یخچال داری؟ آره یخچال داری؟ من غذا بهت بدم به اینا بدی؟ ها؟ خدا خیرت بده. این آقا اون بچه‌هایی که حامله بودن زاییدن اینجا داره نگهداری میکنه داخلش. 2 تاشون، یه دونشون اینجا توی این لوله زاییده. چند تاشون هم که اونجا دیدید. اونجا هم 3 تا. من تشکر ویژه هم میکنم از ایشون از پشت دوربین. دست شما در نکنه. دست شما هم درد نکنه. ممنونم ازت. دست در نکنه. تشکر. یا غذات هم میدم. یه آقا زحمت میکشه برات بپزه بهت بده. دست شما درد نکنه اگه زحمتشو میکشی. قربونتون برم. خیلی لطف داریم. خیلی لطف. به به. اهوازی خونگرم. آره خواهش می‌کنم در خدمتتون. من همون خط قبلی. موبایل تو رو میتونم داشته باشم. آره آخه دست درد نکن. بی زحمت میزنی؟ آره میذارم الان. دست در آره بچه‌هاشو شیر داد بعد بیایم برای عقیم سازیشون. چون هستی اینجا من خیلی خوشحال شدم. خدمتتون. یه روز بیشتر هم چیز نداره مراقبت. داروشو میدم فقط غذاشو شما بده. همین. آها باشه. آره بیهوشی داره به خاطر اون. آها. آره 600 بیهوشم گیجه. آها. سال یه دونه سیاه هم اونجا زایده بود. تو خود ساعت 3 نصف شب. پشت آخه پنجره تو بارون. آخه صدای یک توله ها. آخه دیگه پا شدم خدا سر شده. اوردمشون داخل همونطور پیش بخاری گرمشون کردم. آخه دست درد بعد یه جای خنکی چیز گرم اینا واسه درست کرده بودم. آخه همونجا مودم. بزرگ کشیدم دیگه رفتم بیرون. نون نمیدونم هر چی اضافه میورد. پیرزنه. آره پیرزنه. میرفت به همین سگا میخوردن نمیدونم چی. بعد از فکر کنم 2-3 ماه این پیرزن شفا پیدا کرد. آخه از دعای همینا. از دعای اینا. آره. بله از اون ویلچر بلند شد. کاش همه مثل تو شما کائنات فکر کنن. نوشته میشه. آره. دست شما درد نه نکنه. خواهش میکنم. خدا خیرت بده. قربانت های حدا. آره. ببخشید که عزیزم نه خب آقای کعبی زحمت کشن گفتن غذا میپزیم به اینا میدیم. بمیرم الان میره تو جاده بیا. این 2 تا بچه را الان آوردن تو کیسه، تو این کیسه ها آوردنشون انداختنشون اینجا. بمیرم که ترسیدی مادر. ترسیده اما مادرشون جدا کردن معلوم نیست این مادر کجا هست. جانم مامان جانم. وای من الان با تو چی کار کنم آخه. بیا برو پیش آبجیت بیا برو. این 2 تا بچه رو آوردن اینجا الان تو گونی پیاده کردن رفتن. بیا مامان بیا ماشین میزنه. ای خدا اینا ماشین میزنه بهشون. حتی یه ذره غذا بدیم به اینا نرن. قربونت برم انقدر تو کوچولویی مامان. فدات بشم که رفتی زیر ماشین قایم شدی آخه. از مادرشون جدا کردن تو همین گونیه بود. آقای آورد انداخت و رفت. به این غذا خوش دادیم. بیا غذا خوش بخورید بیا. بچه شما برین این بچه ها رو بذار غذا بخورن. برین حدت بیشتر براشون بریز تا شب داشته باشن. اینا رو باید هر روز سر بزنیم. همین الان ماشینیه پرتشون کرد بیرون. قربونتون برم الهی مادر. قربونتون برم که انقدر سرنوشتاتون تلخه. ای خدا رحم کن به اینا. قربونتون برم اول انقدر ما ترسیدیم. اون یکی رفته روی غذا خوابیده که اون یکی نخوره. چقدر کوچولوین شما ها. یاد گل بغالی خودم افتادم.
بیا با هم بخوریم با هم برو ببین. الان اون آقا گفتش که یه ماده زایده چیکارش کرده، اون یکی اومده 4 تا از بچه‌هاشو خفه کرده. یعنی تو خودشون هم بچه‌هاشونو خفه میکنن. فکر میکنیم که میمونن، نمیمونن. شب نشده خوراک شغال میشن. قربون اون صورتای قشنگتون برم من. خوشگلای من. چقدر شما خوشگلین. افی بابا. آره. فردا صبح زود میام یه سر میزنم بهشون. آره فردا صبح زود بیا بهشون سر. این نینیا رو تو مراقبت میکنی ماما؟ آره. تو مراقبت میکنی امشب شغال نخورتشون؟ ای خدا. بعضی دوربین دست من میبینن فرار میکنن. آقا حتی رفته بینم بدونه بهشون غذا بده. چون اینا اعتماد کردن به آدما، بعد که اعتماد کردن اینطوری گرفتنشون و بردن انداختنشون اینجا، دیگه خیلی ترسو شدن. فکر کنم دارن میان. از صدای موتورها و ماشینا میترسم. اومدی اینجا دوباره؟ این فقط میگه منو ببرید با خودتون. کجا ببریمت؟ من نگفتم برو پیش نینیا وایسا اونجا. آره برو پیش نینیا ماما. برو پیش نینیا اونجا وایسا. برو. فردا میام دوباره پیشت. خوشگل. این دو قلوه یکیشون نیستا؟ خب برید غذا بخورید دیگه ما بریم. دو تاشون اون پشت در رفتن. حالا غذا هست میام میخورن. این یکیش اومد یواش یواش آره. در میره. آره. قربونت برم الهی. نه ما دیگه بریم باشه. ما دیگه بریم قربونت بشم. تو الان داری میگی من غذا نمیخوام، من خانواده میخوام. قربونت بشم عزیز دلم. خوشگل من. کجا تو رو ببرم آخه؟ مهربون عزیزم. میام دوباره بهت سر میزنم. باشه میام بهت سر میزنم. برو قشنگه. دیگه غروب شد، ما داریم برمیگردیم به منطقه خودمون که اونجا هم بچه رو غذا رسانی کنیم. ولی 2 مورد اینجا پیش اومد که هم ما خوشحال شدیم که با یه آقای آشنا شدیم. اهوازی بودن، تو منطقه که اومده بودن بر لوله کشی گاز مأموریت دارن چند ماه و بچه ها اونجا در امانن که ما گفتیم که براتون گردن مرغ میگیریم میاریم، اگه زحمتی نیست بپزید، شما میتونید اینجا امکانات چسکو میپزیم، میدیم که این بچه ها غذا بخورن. حد دادم یه طرف خوشحال شد خیلی، یعنی خوشحالمون به 10 دقیقه نکشید. آره که دیدیم یه آقای از ماشین پیاده شد و یه گونی رو اینطوری تکون داد و رفت. ما که این گونی رو دیدیم آقا حدود گفت این بچه این توله های هاپو بودن. هیچی اومدیم نگاه کردیم دیدیم که آره 2 تا توله است انداخته و رفته، یعنی ما دیدیم که انداخته و رفت. بعد دیگه میخواستیم بهشون غذا بدیم، خیلی میترسن. حالا فیلمش هم که دیدین. حالا ایشاله که پیش حمایت حیوانات دیگه قرار بگیرن و موندگار بشن، چون وقتی هم زایمان میکنن خیلی دوست دارن محیطشون رو پاکسازی بکنن از سگای غریبه. چون قبلی رو میگفتش که یه دونه سگا اومده بود 4 تا 7 تا زایده بوده، یه سگ دیگه اومده بود 4 تا اونا رو خفه کرده بود، بچه ها رو، یعنی به محضی که به دنیا اومده بودن خفه کرده بود. به خاطر همین هم دیگر هم چیز میکنن دیگه، یه جورایی پاکسازی میکنن، نمیذارن که موندگار بشن. حالا به هر حال ما صحنه‌های خوب و بد رو تحمل میکنیم، ولی خوشحالیم که همونقدر که
آدمای بد تو دنیا زیاده، 2 برابر چندین برابرش آدمای خوب هست که باعث میشه آدم خوشحال بشه از این قضیه. خب بریم ببینیم که بچه اگه هستن که به بقیه هم باید برسیم. یه جا دیگه داریم. آره منتها من همینجا ازتون خداحافظی میکنم چون فیلم بردارم. برعکس شده دوستان. آره نقش فیلم بردار دارم ولی خب فضولیم گل میکنه نمیتونم تحمل کنم میام. دست شما درد. آره چون بعضی جا قعدت حالش گرفته میشه. آره واقعا امروز آره. خوشحالیمون خیلی کم بود. آره کاش این خوشحالیه میموند. حالا ولی خب یه چیزای خیلی خوبی هم که امکاناتی که داره برامون ردیف میشه بس که با خدا مشورت کردیم تو این قضیه، با خدا کردیم چون جای رو نداشتیم برای عقیم سازی. الان چند تا جاهای کوچیک پیدا کردیم که بچه ها تو همون منطقه عقیم سازی بشن. الان یکیش هم از همین معجزه‌های الهی بود که آقای کعبی بود، گفت باشه من اینجا چیزش بکنید عقیمش بکنید من مراقبت میکنم ازش. تا موقعی که 5-6 ساعت مراقبت بکنه که آره. قبول کرد. 2-3 روز هم داروهاشو بهش بده و دیگه تموم. خب برمیگرده به طبیعت. برمیگردم به طبیعت. ما هم برمیگردیم به خونمون. ممنون که همراه ما بودید. ممنون که تا الان با ما بودید. بعدیم رد شیم آقا عدد هاپو دیده دلش نیامد دوباره وایساد. آخی عزیزم قربون اون چشمای زیبات برم. وای چقدر گرسنه است حتی. بریز برش بریز بخوره سیر شه. حتی دست تو اتوبان شد. ما 2 تا حیوان گشنه پیدا کردیم اینجا اتوبان شد. نه بیاد کنار که قشنگ چیز نباشه. اومدن. خدا ماشین بهشون نزنه. بیا مامان بیا. آخه چقدر گرسنه. نداری؟ دارم. آها. آخه اینو الان بهت میدم. چقدر شما گرسنه بودین؟ حضرت فکر کنم اینم بچه داره. بچه داره. سر سینه‌هاش معلومه. شما غذا بخورید که بعدش باید عقیم بشید. بخور که یکی داریم چیزا رو شناسایی میکنیم. میشه جون برمیدارن یه جاهایی میبرن. آره دیگه که در امان باشن. نداره بهشون. آره در امان باشن تا یه ذره جون بگیرن. گفتم وایسا من برم بهش غذا بدم. اینم روزی تو. غروبه برای همه عزیزان همراه دعا کن که انشالله دعات به آسمون بره و حال دل هممون خوب بشه.